میکنم به مردم خوب استان سیستان و بلوچستان. من افتخار داشتم در 10مین جشنواره فیلم جاگران در دهلی نو یک لباس بلوچی بپوشم. کار دست سوزندوزهای بلوچ استان سیستان و بلوچستان. باعث افتخار منه که برای اولین بار که در یک جشنواره بین‌المللی هندی شرکت میکنم همکاری در کنار من هست که لباس بلوچی پوشیده. افتخار میکنم که باعث معرفی بخشی از فرهنگ صنایع دستی استانمون در هندوستان شدم و ممنون از خانم اسکندری. من باید تشکر ویژه بکنم از خانم ریگی که طراح لباس بودم و کاری به این زیبایی رو طراحی کردن. امیدوارم که ما بتونیم سفیر خوبی باشیم برای مردم خوب کشورمون، خصوصا برای همه عزیزانی که در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن. و خانم اسکندری به عنوان نماد ایران یک لباس سوزندوزی بلوچستان رو پوشیدن. خواستم که هنرهای استان آقای محمد رضا هدایتی با افتخار پوشیدم. یک طراحی مدرن از کار سنتی که سالیان سال در ایران خدمت داره و فکر کنم در جایی مثل هند که خودشون سرشار از لباس‌های زیبا و رنگ هستن، این لباس تونست توجه خیلی رو جلب کنه. دیروزم خیلی مورد توجه دوستان هندی قرار گرفت و من از من می‌پرسن لباستون کجاییه و من با افتخار گفتم که ایرانی و سوزندوزی دست بلوچ‌های عزیز ایران. و من تبریک میگم هم به سیستان و بلوچستان به خاطر این هنرش و هم به ایران که به خاطر لباسی که خانم اسکندری پوشیده خیلی اومدن با خانم